سلام بچه‌ها، امیدم به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. بچه‌ها یه چند روزیه داخل یوتیوب راجع به قطع درآمد کانال‌های فارسی زبان حرف میزنن. چه کانال بزرگ چه کانال کوچیک، از پزشک بگیر تا گیمر. اگه تو هم دیدی، اگه ناامیدی، اگه استرس داری، تا آخر این ویدیو حتما نگاه کن. این قضیه اصلا چیز جدید نیست که یوتیوب یا سایت‌های خارجی راجع به ایرانیا یه سری آپدیت جدید میدن. این قضیه همیشه بوده و هر سال یوتیوب آپدیت جدید میداده، چیز جدیدی نیسته. یک سری از کانال ها جدیدا میگن که کانال ما به درآمدش به 80% افت کرده و یک سری میگن 50% و یک سری میگن 30%. خب تا اینجای کار یه موضوع میلنگه. اگه قرار باشه که تمام کانال های فارسی زبان درآمدشون صفر بشه یا کم بشه، باید برابر بشه. خب همشون تو ایرانن دیگه، یا از ایرانیا نگاهشون میکنن. پس چجوریه که یک سری 30%، یک سری 80% و یک سری اصلا کم نشده؟ پس یه چیزی قضیه این وسط میلنگه. و یکی از نکته مهمی که کسی اعلام نکرده، خود یوتیوب رسما نیومده نگفته که کانال فارسی زبان دیگه بهشون درآمد نمیدیم. فقط یه چیزیه که ما دیدیم همش میگن که ما درآمدمون 80% اومده پایین، 30% اومده پایین، 50% اومده پایین. شاید هم الان یک سریتون بگین که افت کانال ها که یک سری 80% بوده، یک سری 50% ربط به آر پی ام اون کانال. بله درسته، ربط به آر پی ام اون کانال داره، ولی اگه از اون ورم دقت کرده باشین تو این یک هفته چه کانال‌های کوچیک چه کانال‌های بزرگ راجع به این قضیه ویدیو ساختن و همشون هم ویوهای بالا خوره. من به شخص تا خود نبینم، تا خود یوتیوب نیومده اعلام نکرده که درآمد فارسی زبان ها کم شده یا صفر شده، این قضیه رو فعلا جدی نمیگیرم. تا زمانی که خود یوتیوب شخصا بیاد ایمیل بزنه یا تو سایت‌های رسمی خودش اعلام کنه که درآمد فارسی زبان ها کم خواهد شد یا صفر خواهد شد، تا اون موقع من به ویدیو ساختنم ادامه خواهم داد. خب حالا راه حل چیه واسه مایی که کانالمون کوچیکه یا تازه شروع کردیم؟ ببینین من تا تهش رو میرم. میدونین چرا؟ چون که شما داخل یوتیوب اگه به درآمدم نرسین، اگه این قضیه 100% هم باشه، شما تدوین یاد میگیرین، ادیت رو یاد میگیرین، فتوشاپ رو یاد میگیرین، یه چیزی یاد میگیرین که شما تو هر پلتفرمی دیگه ای برین بازم درآمدزایی دارین. هیچ جای ناامیدی نیست که شما الان بگین که اوکی یوتیوب دیگه تموم شده. نه، شما داخل یوتیوب یه دانشگاه بزرگه. شما با فعالیت داخلش تدوین یاد میگیرین، ویدیو ساختن یاد میگیرین، حرف زدن یاد میگیرین، اعتماد به نفستون بالا میره. اصلا جای نگرانی نیست به هیچ وجه. من خودم تا تهش رو میرم، اتفاقا الانم با کیفیت بالا و قراره که با تجهیزات خوب ویدیو بسازم. اصلا جای نگرانی و حداقل واسه من نیست. یکی از موضوع مهمی که یوتیوبرها به شما نگفتن تو این چند وقته این بود که درسته کانالی 30% درآمد دلاریش اومده پایین، اما دلار ایران افزایش پیدا کرده 30%. اگه شما مثلا $100 میگرفتی میشد مثلا 8 تومن یا 9 میلیون، الان $100 شما شده 13 میلیون، 14 میلیون. چرا؟ چون دلار ایران رو به افزایشه. این یک موضوع مهمی که هیچ کس به شما نگفته. ختم کلام و حرفای پایانی. ببینیم بچه‌ها، اصلا استرس نداشته باشین، ناامید نباشین، این حاشیه‌ها رو همه رو بذارین دور. اگه تا الان با انرژی کمتری تولید محتوا میکردین، الان با قدرت بیشتری تولید محتوا کنین، ایده پردازی کنین. بهتون قول میدم تک تکتون موفق میشین. اگه این قضیه هم 1% احتمال داشت، ما ایرانی متخصص اینیم که راههای میانبر بریم. پس جای نگرانی نیست، همیشه یک راهی بوده. بهتون قول میدم با این کارا حاشیه دور بذارین، تک تکتون به نتیجه میرسین. بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد، اگر استرس و نگرانی اومدین بیرون، لطفا ویدیو رو لایک کنین و ویدیو رو حتما واسه دوستی که نگرانه شیر کنین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.